تو دانشگاه شریف که درس میخوندیم یه دوستی داشتیم خیلی تنبل بود. این معدل پایین، بعد اصلا نزدیک به اخراج و اینا. یا هر چقدر اپلای کرد نتونست پذیرش بگیره، بعدم که تونست پذیرش بگیره هر چقدر اپلای کرد ویزا نتونست بگیره. هیچ وقت این دستش به آمریکا نرسید. گذشت، الان فکر کنم 15 سال 20 سال گذشته اون موقع. حتی جریان مال 5 6 سال پیش. گذشت تا یکی از همکلاسیامون که با اینم خیلی رفیق بود گریجویت شد، فارغ التحصیل شد، استاد شد، اسوسییت شد، استاد تمام شد، برای این پذیرش گرفت که اینو بیاره، بازم ویزا نگرفت. ولی جریان اینه بچهای اینجا اگه نجنبین، بچهای اینجا میرن کار میگیرن، بعد اونا میان هایرتون میکنن، میخوان که هایرتون، ولی اگه نجنبین اونا هم نمیذارن هایرتون کنن. پس بعد زحمت بکشید. زحمت داره.